پیشانیش بوی چوب خیس خورده میداد. شبیه شاخه‌ای که مدتها افتاده باشد توی آب. چشمهایش را بست و لبهایش تکان خورد. نفسهای نگار که عمیق شد دستش را از روی پیشانی دخترکم برداشت و خیره شد به نقطه‌ای که نمیدانستم کجاست. نمیترسیدم اصلا. فقط نمیتوانستم به صورتش نگاه کنم. مطمئنم از در بیرون نرفت. میتوانم قسم بخورم. چون خودم در را قفل کرده بودم و حتی زنجیرش را بسته بودم. دنبالش دویدم. نبود. رفته بود. دست گذاشتم روی پیشانی نگار. سرد بود. شعله بخاری را کمتر کردم. بعد دویدم پشت پنجره. شاید ردی از او ببینم. برف ریز میبارید و سنگین. ردیف سیاه درختها را در انعکاس نور برف میدیدم. روی بخار شیشه نوشتم سلام. خودت هم میدانستی که دیگر از چیزی تعجب نمی کنم. اول صبح صدای بنیامین را شنیدم که پشت پنجره ایستاده بود و میخواست با تفنگ پلاستیکیش کبک شکار کند. باز قلبم نلرزید. داد زد مامان بیا، بابا نرفته بوده که. وقتی آمدم کنار پنجره و دیدمت که خندان از خانه نسترن خانم بیرون آمدی حتی تکان نخوردم. 24 دی ماه. عجیب مریم. بخش دوم. گفتم نروی توی این سگ سرما. چشمهایم را برایت گرد کردم که بنیامین نفهمد و لج نکند. به روی خودت نیاوردی. همیشه همین طور است.